با عرض سلام خدمت فالوورای عزیزم، امیدوارم که محرم خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. فالوورای عزیزم ببینید این درخت زردالو رو من امسال دارم بهش رسیدگی میکنم. ببینید چه زردالو خوشگلی داده، آدم کیف میکنه وقتی نگاه میکنه. ببینید چه محصول قشنگی، چه رنگ قشنگی، چه یه درخت کوچیکه. ببینید این درخت خیلی کوچیکه، ولی واسه خاطر اینکه بهش رسیدم، ببینید خدا بهترین زردالو رو داده. چه زردالو قشنگی. ببینید آی خدا جون و خدا، زردالوی قشنگ من خدا. آره نازک نارنجی کنی تو برنج